دوستان ببینید چی پیدا کردم اینجا. یک جفت جوجه کبوتر بی‌پناه. معلوم نیست چرا اینجا هم. نکنه از این آشیونه‌شون افتادن. یا از بالای این ساختمون افتادن. برم از ماشین یه چیزی بیارم که بتونم اینا رو برشون برم. خب تا ببینم چی کار میتونم بکنم با اینا، چجوری بهشون غذا بدم، تا ببینم با اینا چی کار میکنم. بقیه ماجرا رو هم به اطلاعتون میرسونم. خب دوستان، حالا اینا رو که دیدید من از خیابون آوردم و چون تجربه این کار رو ندارم گوگل کردم، دیدم میگه که بهتر عدس خیس کنی بهشون بدی. حالا من یه مقدار عدس آماده کردم که بهشون بدم. حالا شما اگر راه حل بهتری میدونید، تجربه بیشتری دارید، آقایون عشقبازا، لطفاً کامنت کنید، به اصطلاح برای من بفرستید ببینم چطوری میتونم اینا رو سریعتر رشد کنم که هم من راحت شم هم اینا پروازشون بدم برم. ممنون میشم ازتون. خب حالا نوبت شماست. میگم اگه این فضای مجازی نبود ما از پس خیلی از کارا بر نمی اومدیم. اینا رو من نگاه کردم تو یوتیوب، یاد گرفتم ببینم چیکار میتونم کنم برای این دوتا. خب یه مقدارم آب بخوره که بره پایین. حالا شما خب اینم از غذای امروزشون. تا روز بعد شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
لطفاً اگه منو راهنمایی کنید یه کار راحت تری باشه و برای نان مناسب تر باشه راهنمایی کنید. ممنون میشم، از تجربه شما استفاده کنم. این روز اولی بود که من دارم به اینا دونه میدم، غذا میدم.